و از برادر محمد باقر خواهش میکنیم اون چیزهایی را که باید نشر کنه ثبت کنه و بگذارد تا اینکه ما هممون مردنی برادر محمد باقر. ممکن ما قبل از شما از دنیا بگذاریم، ممکن قبل از شما ما را از بین ببرند، ولی برای آشکار نمودن سرهای اینها شما باید حتما نوارهای ثبت کنید برادر محمد باقر و با زبان تاجیکی صحبت کنید و تا اینکه تمام مردم تاجیکستان 10 میلیون تاجیک تاجیکستان زندگانی میکنند اونها بفهمند. یا یک بار با زبان روسی صحبت کنید یا یک بار با زبان تاجیکی صحبت کنید با همون اکسنت با همون لهجه‌ای که دارید تا اینکه مردم بیشتر آگاه شوند و بفهمند از اون جنایت ها. در قضیه علیشیر میرزان‌آباد، در قضیه رئیس ولایت 736 کیلو چخیل گرین شقاپیده، هر جنایتی که از اینها هست اونها را یعنی که البته چندین نوارها یعنی که هستند اگر در حالتی یعنی که یگان کار شدن خدای نخواسته اونها نشر میشوند، ولی باز هم آشکارتر یعنی بیان کنید برادر محمد باقر تا اینکه یعنی که چیزی از اینها ناگفته نماند. به همون خاطر برادرایی که در داخل هستی از اون 7 نفره، از اونهایی که فعلا 66 نفره که در چی قرار داره در انزوا یا که قبل از باید به قپن برن زندانیتون کنن، هر یک کدوم شما هر جنایتی که شما در لیست 66 نفره ممنوع الخروج از بدخشانید حتما شما چی جنایتی مقام داره را میدونید. هر نفرتون نوارهای ثبت کنید 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه نیم ساعت 1 ساعت بگذارید در یک جا که با بازداشت کردن و زندان کردن هر کاری کردن اونها باید نشر شوند تا اینکه این ملت حقیقت را بفهمند، تا اینکه شما همین خیل نزشتو گفتی گپا نگیرن برام بکشانتون زندانتون کنن. باید که هر یک کدوم ما یعنی که پس از خودمون چیزی را بگذاریم. امیدواریم که برادر محمد باقر نوارهای زیادی دارند که با از بین بردن اون و زندان کردن اون سبب بیشتر شرمنده شدن علیشیر میرزان‌آباد و دیگر مقاماتی یعنی امنیتی و قدرتی میگردد. محمد باقر در قضیه‌ای که ایستادگری است، شما رمز صمود و پیروزی هستید برادر محمد باقر.